Ну да, Вот. Вот. шикарная, шикарная. Вам нравится Минет? Ну почему нет? Конечно, да. گینمیزدن کی میشناسه؟ ملت تاجیک شرمنده کرده. زنهای تاجیک شرمنده کرده. با یک مردی به خدایی که خودش امریکانس میگیره درباره همخوابگی گپ میزنه و پس و پیش خودش نشون میده. در همخوابگی ای خیلی میفورم و او خیلی میفورم گفته چفچه داره. والله قسم این خیلی به حیایی و شرمندگی در تاریخ ملتی تاجیک نبود. نخواه یک نفر یافت نشود که پیش رای همین خیلی زنهای به حیا را بگیره. جوان مردان تاجیک مردین که نمیتونن پیش راه همه خیل فاحشه ها را بگیرن. مردن شما وارین زنهای فاحشه به حیا بهتر است که با یک مرد کثیف به خدا درباره همخوابگی چفچک کرده پس او پیشتون نشان میتین. این زنی بدبخت خیال کرده این مرد او را بزنی میگیره ولی این مرد بدبخت از هفت پشت شما واری زنهای فاحشه بیزار است. در چترویت دخترای ازبک و کرگیزم همه خیل نوار گرفته پرتفتگی های. دو بار تعریفشون میکنه این زنهای بی عقلم به همین آسانی خودشون از دست میتین. بعدن کتیشون درباره همخوابگی گپ میزنه و نوارشون میگیره. نواری همه را در کانالش زیاده از 180,000 نفر دیدگی های. شرمندگی از ایت زیاد نمیشود. ای زنهای تاجیک، ای زنهای بنام مسلمان، نخواه شما تا همین درجه پست و فرومایه شده باشین. نخواه تماما روز حساب جزا را فراموش کرده باشین. فکر نمیکنین که ایخه کارهای فحشا و بی‌حیایی شما را هم در دنیا و هم در آخرت ذلیل و خوار و شرمنده و رسوا میکنه. فکر نمیکنین که عاقبت ایخیل بی‌حیایی آتش دوزخ است. آیا شما مسلمانیتون هم فراموش کرده؟ نخواد یک زن مسلمان در پیش یک مردی کثیف بی خدا خودش همیشه شرمنده کنند. وای بر حال شما وارین زنهای فاحشه بی حیاکی ملت شرمنده کردین. آبروی زنهای تاجیک ریزاندین. الله شما را هدایت کند.